این هفته خبر تو خبر داره براتون از گیر کردن سر عظما تو خمره برجام و ترس آخوندا از عواقب گزارش آژانس. درباره برجام هم که گزارش 8م آژانس با وجود تلاش‌های امریکا درست برخلاف ادعای امریکاست. ایران پایبند بوده است. البته اینو میگه که خودشو از تک و تا نندازه، وگرنه اینا بدجوری تو لوله خرطومی برجام گیر کردن. اگه به آژانس اجازه بدن یه بدبختی دارن، ندن یه مصیبت. ته خطم ترسشون از اینه که یه بلایی سر برجام بیاد. واسه همینم شیخ فری برجام رو دو دستی چسبیده و میگه تعهد ماست. ما تعهد ما در برابر دنیا کاملا روشن هست. ما تعهد ما MPT هست. ما تعهد ما پادمان هست. ما تعهد ما پروتکل الحاقی هست که داوطلبانه پذیرفتیم و تعهد ما برجام هست. شیخ فری خیلی دوست داره برجام رو بقاپه و مال خود کنه، اما این بار خیلی سنگین تر از هیکلشه. از اون طرف وندی شرمن رو کرد که تیم مذاکره کننده نظام علاوه بر اینکه شوت و مشنگ تشریف دارن، زبان انگلیسی هم بلد نیستن و اصلا نفهمیدن حرف چی بوده. The P5+1 in the European Union agreed to lift, which in English means suspend, in Iranian terms means end, which is why we use the word lift. One of the things one does in diplomacy, language matters. But to lift sanctions that applied in the nuclear realm, but not sanctions in countering terrorism, not sanctions about human rights abuses, not sanctions about proliferation, not sanctions about weapons transfers. یعنی منظورش اینه که آخوندا کامل تو این داستان سیاه شدن. حالا وضعیت آخوندا تو مخمسه برجام رو از زبان عظما بشنوید که مثلا میخواد به جماعت گیر کرده تو این تله راهنمود بده. میرسید به یک فرض کنید ارتفاعی، میگید نشد و از اول میخواستید فکرشو بکنید که این راه ارتفاع داره، این راه ارتفاعات صخره‌ای داره، این راه رودخانه داره، پل لازم داره. وقتی اینا رو قبلا پیش بینی نکردید و تو برنامه نگنجوندید، برنامه رو بر اساس واقعیت زمین وقتی که تنظیم نکردید طبعا گیر میکنید. بله، اینم نمونه ای از حرکت سربازان ولایت بر اساس راهنمایی های معظم الله. خامنه طوری برای بقیه روزه میخونه انگار خودش از هیچی خبر نداره. بابا مگه این پهنیان نوچه خودت نبود که میگفت همه سیاست خارجی دست آقاست؟ سیاست‌های نادرست احمدی نژاد در مسئله هسته‌ای بذارتون توضیح بدم. اصلا سیاست‌های احمدی نژاد و آقای خاتمی در مسئله هسته‌ای صفره. تو این وسط فقط خود آقاست. مگه آقای احمدی نژاد بدون اجازه رهبری در امور سیاست خارجی میتونه آب بخوره؟ همونطوری که آقای خاتمی نمیتونست، همونطوری که آقای هاشمی رفسنجانی نمیتونست، نه طبق قانون اساسی نه خود آقا اجازه میده. اینا تبلیغاتی سیاست نادرست آقای احمدی نژاد، سیاست خارجی توی کشور ما همیشه دست آقا بوده. اینجاست که بسیجی‌ها گاو گیجه میگیرن و یه چنین جنگولک بازیایی ازشون سر میزنه.
حالا بشنوید از رئیس تاریخ در رفته تیوی ریش یعنی زرقامی که هم میخواد به طلسم شکستگی عظما اعتراف کنه، هم میخواد به اربابش دلداری بده. ولی وظیفه احساس میکنم که از مظلومیت رهبری یاد کنم توی این حوادث. البته رهبری مقتدرن، مثل جد بزرگوارشون کشور رو دارن اداره، نه تنها کشور، امروز منطقه و دنیا رو ببینید، قضاوت ها رو ببینید چه مدیریتی میشه. ما که اصلا شعار نمیخوام بدیم، امروز همه مردم اینا میدونن. اومد با این حرفش عظما رو از پیچ رد کنه، ولی طبق معمول آخوندا 4 تا دونه اسباب بازی رو سرهم کردن تا باهاش از این خیمه شب بازی ها راه بندازن و به بسیجی های وارفته دل بدن. اجازه یافتیم یکی از آشیانه ها را ببینیم، آشیانه عقاب های پدافند. اطراف ما ناامنی در حالی موج میزنه که کسانی که ادعای آوردن امنیت دارن در اون کشورها حضور دارن، اما در جمهوری اسلامی ایران امنیت موج میزنه چون مستقل هستیم. فرمانده گفت این توانمندی ارمغانی است برای مردمی قهرمان. حالا اگه میخواید بدونید دشمنان نظام چه تصویری از این رژیم پدافندی آخوندا دارن، این رو ببینید. این شیخ پاچگیرم اساسی کلید کرده به شیخ فری و سخت مشغول زیرآبزنیه. شما الان دست به ترکیب این اشرافیت بخواید بزنید، یا اول باید این دولت رو جمعش کنید. این دولت رسما اشرافیه و این دولت و من هر کس که او را قبول داره، آقا فرمود چپ و راست من دیگه اعتقادی ندارم، اشرافیت این چه مصوبه بود مجلس دیروز تصویب کرد؟ یعنی اشرافیت اون چیزی که دیروز تصویب کردن فقیرانه بوده در نظر اینا. در یکی از استانها رفتم، هر جا میرم اول میگم استاندارتون کیه و اینا. اولشو پرسیدم، گفت خیلی خوبه، 770 میلیارد تومان ثروتش. این وزیر مسکنتون ثروت اعلانیش به مجلس 450 میلیارد تومانه. این آقای وزیر صنعت شما ثروت اعلانیش به مجلس 800 تا 1000 میلیارد تومانه. این آقای وزیر بهداشت شما ثروت اعلانیش 1200 میلیارد تومانه. از عدد زود عبور کردی. 1200 میلیارد تومان رو بذار بانک، سود ماهیانش میشه 19 میلیارد تومان. و وقتی 250 میلیون برای اینا عدده؟ آقای رئیس جمهور کجا طالب این اون ثروتشو گشته تا ما بتونیم بگیم اینا چیکارن؟ هیچ کدوم نمیدونن، نه همه اینا نمیذاره جیبش، اینا غرق شدن. خلاصه این که افتادن به جون همدیگه و ترقه به دم به هم میبندن. این هم دلغک خمینی و اعتراف به این که تو همه این سالها آب در هاون کوبیده. در عمر بنده که آخونده موریس سفیدم، در عمر من یه رکعت نماز با توجه نخوندم. یعنی کل عمر من یه رکعت نماز با توجه توش نی و یه رکعت نماز با توجه نخوندم. توی این گزارش مسخرم خودشون به کنسرت‌های مجوزدار خودشون پیله کردن. یعنی حتی نمایش‌های خودشون رو هم نمیتونن تحمل کنن. ما با نفس شادی کردن هیچ گونه مشکلی نداریم. آنچه ما امروز در برخی از کنسرت‌ها شاهدیم یک نوع ولنگاری است. خواننده میخواند باریکلا عشق من شدی، باریکلا واسه خودم شدی، باریکلا. موسیقی که نواخته میشود، حرکاتی که خواننده همراه با اون شعر از خودش بروز میده، انسان رو به گونی تهییج میکنه که به رفتار دور از عقلانیت بروز بده. احتمالاً کنسرت مورد نظر علما یه چیزی تو این مایه هاست.
این حاج آقا گلابی هم ظاهرا لیدر تور برزخه. تو هر مصاحبهش یه چشمه جدید از اون دنیا رو میکنه. از اون بالا هیکل خیلی قوی داره به من نزدیک میشه، میبینمش. همونطور که داشت نزدیک میشد یه اشاره کرد به دهن من، دیگه من نتونستم حرف بزنم با اطرافیان. یه اشاره کرد به چشمم، دیگه با چشمم میدیدم اما نه با چشم، یعنی ارتباطا رو قطع میکنم. گفت یه اشارم به گوشم کرد، حرفو با گوش دیگه نمیشنیدم، فقط با اون میتونستم حرف بزنم. بله بعد مرگ با فرشته ها جن‌ها هم دیگه میبینید، شیاطین هم میبینید، ملائکه هم میبینید، چون روح در اتصالش قطع میشه، بدن داره به اون عالم وصل میشه. گفت به او گفتم که تو کی هستی؟ گفت من ملک الموت هستم، برای قبض روحت اومدم. توی این برنامه هم یه سلبریتی رو آوردن که سوتی میده در حد لالیگا. زمین میچرخه یا زمین دور خورشید؟ خب من فکر کنم که خورشید دور زمین میچرخه. آفرین. ادامه‌ش هم بدید. همین ادامه نداره. خورشید دور زمین میچرخه. بله. و چه اتفاقی میفته وقتی خورشید دور زمین میچرخه؟ چه اتفاقی میفته؟ خب همین الان که مثلا اینجا روزه، اون برای کره زمین شبه. یعنی خورشید دور زمین میچرخه، شب و روز عوض میشه در جای مختلف کره زمین دیگه. بله دیگه، خورشید از جلوی ما میره اون پشت، بعد اون پشت خورشید روزه. که کلا پشتش به ما هست غیر وقتی خورشید به دور زمین بچرخه، پنکه بی زبونم به چنین روزی میفته آخه. در پایان توجه شما رو به تازه ترین فعالیت صورت گرفته در راستای اقتصاد مقاومتی جلب میکنیم که تحریما رو به زانو در آورده. بگو ایرانیان از تحریم مترسنی. بیا ببین دستگاه پاک کردن تخم آفتابگردان، سانتریفیوژ آفتابگردان در کسری از ثانیه. آره بیا جوانان باهوش ایران حالا چیش اخترامنه آمریکایی ببینه دیگه غلط منم ما تحریم کنم. بیا ببین بیا در کسری از ثانیه بدون هیچ هزینه و انرژیه. علی آقا تو متم علی آقا اینجوری منم هم اینجوری در کمتر از 100 ثانیه. علی این خیلی زور میخوام. باید اینجا اوچه فیلمو بگیره یا فرمود اینجا